بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خواهران عزیز، وقتهای اخیر خیلی زیاد به بنده چه در گروه ها چه شخصا سوال ها و یا خود شکایت ها از نزد خواهران می آید. خواهرانی که با امیدی برپا کردن عائله زن دوم و یا زن سوم شدن، پس از مدت درک یافتند که زندگی آنها به جز بازی چیزی دیگری نیست و یا مردی که ایشان رو من سنتی مؤکده کرده ایستادم و من می توانم گویم به 1001 وعده ازدواج کرد، اساساً از عهده خودش هم نمی براید. و همین گونه خواهرهای فریب خورده علل خصوص در مهاجرت خیلی زیاد هستند که در من شاید 100 تا از آن زیاد هم قصه های تلخ خواهرهایی باشد که با امید زندگی جدید زن دوم یک نفر شدن، بعداً فهمیدن که آن مرد فقط با احساسات ایشان بازی کرد و یا اینکه زن خودش را که 2-3 ماه به تاجیکستان فرستادی و از او دور است، فقط جای خالی او را برای پر کردن 2-3 ماه فقط زن گرفته و او هرگز یک زندگی جدی با نیت زندگی جدی ازدواج نکرده بود. برای همین هم امروز میخواهم یک صحبت کوتاه همراه خواهران داشته باشم و یک نصیحتی مادرانه، نصیحتی خواهرانه برای خواهرکانی که در این مسئله خیلی شتاب میکنن و گویا که خیلی کار ثواب کرده ایستادن، به مصلحتی حتی خویش و تبار خود ازدواج میکنن، یک نصیحتی برای آنها داشته باشم. پیش از همه وقتی میگیم زن دوم و یا سوم و یا چهارم، البته که شریعت به این چیز اجازه میدهد. معنای اجازه میدهد حلال کرده است، این چیز حرام نیست. در آیات قرآن کریم است که هم طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و رباع و این خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم. شما فإن خفتم ببخشید، شما میتوانید 2 تا یا 3 تا یا 4 تا زن گیرید، زنهایی که به شما معقولتان هست. اما اگر ترسیدید که شما یک شخصیت ضعیف هستید یا از جهت مال، از جهت اقتصاد نمیتوانید تأمینشان کنید یا از جهت عدل و محبت ظاهری، فواحدتا یک تا بگیرید یا اصلا زن نگیرید، با کنیز خود در پیشتر که کنیز بود الان وجود ندارد زندگی کنید. پس کسی این مسئله را رد نمی کند. یعنی هر کسی که میگوید نه من به این آیت را قبول ندارم، این کفر بر علا هست. برای همین حاشا لله که مثلا من برآمده بگویم که زن دوم و سوم را نگیرید یا زن دوم هرگز نشوید، مسئله این نیست. برای آنکه مسئله حلال است، نمیگیم واجب است یا سنتی مؤکد است. برای اینکه بعضی ها این آیت رو به واجب کشاندن، میگن نه واجب است، الله فرموده است، الله فرض کرده است، یا گویا که پیامبر گفته باشن که این سنت من است، نگردید گناهگار میشوید، که این گپا همش دروغ است. این چیز مباح است. یعنی در شریعت امرهایی هست که مباح است، کردید ثواب میگیرید، نکردید گناهگار نمیشوید. اما البته برادرانی که به نیت دست یک خواهر درمانده را گرفتن و یا دست یک چند یتیم را پرستاری کردن عائله دار میشوند، برای این نیتشان ثواب میگیرند. اما مسئله چیزی دیگر است. به بهانه این که زن دوم حلال است و یا زن سوم حلال است، مردهایی هستند که از زنها سوء استفاده میکنند، با زندگی دخترک ها بازی میکنند. مثلا یک مرد فقط برای اون که زنش یک چند ماه از او دور است، شهوت عقل او را پوشیده است و میگوید من زن دوم میگیرم، اما اصلا در نیتش نیست که او جدی با این زن دوم زندگی میکند. یک دخترک رو با 1001 وعده که من مسلمان هستم، من از عهده‌اش میبرایم، من 10 زن رو هم میتوانم اداره کنم، زن میگیرد. همین که زن یکمش از سفر برگشت، دیگر این رو طلاق دادن رو حرکت میکند. این گونه قصه در من خیلی زیاد است. خواهرکانی که میگویند در روسیه من زن دوم شدم، تا زمانی که زنش از تاجیکستان برگشت زندگی ما خوب بود، بعد از اینکه زنش برگشت دیگر به نزد من نمی آید و یا آید هم پنهانی، در یک روز اولا 1 ساعت بود، بعدا در یک ماه 1 بار، در یک هفته 1 بار می آید و حتی به تلفن ها هم جواب نمی دهد از ترس زن یکمش. یعنی من زن او بودم تا زمانی که زنش نبود، وقتی که از سفر برگشت دیگر ما مناسبت نداریم. و این چنین خواهرکان هم هستند که میگویند و اینکه مثلا از زنش میخواست از قصاص بگیرد و قسم خورده است که من بالایی تو زن میگیرم، مرا گرفت، پس از مدتی من حامله دار شدم، دیگر از من خبر ندارد. و همین گونه قصه های تلخ خیلی زیاد هستند. خواهرکانی که علل خصوص جوان هستند، به روسیه آمدن، به مهاجرت آمدن، تنهایی کشیدن و آنها فقط یک حمایه میخواهند.
فقط یک حمایه میخواهند و یک نامرد میآید و با اینکه من زن دوم رو هم میتوانم و سوم رو هم میتوانم زن میگیرد. پس از مدتی آشکار میشود که اون مرد از عهده خودش هم حتی نمیبرآمده است. کجا رسد از عهده زن دوم و سوم، از عهده خودش هم. برای همین خواهرکان عزیز، وقتی کسی به شما خواستگاری کرد که زن دومی من شو و یا زن سومی من شو، اگرچه او با یک چهره نورانی اولیا صفت آید، با یک ماشین های قیمت به نظرتان آید، با یک خانه های کلان ببرد که انا این خانه از آن من است، تو در اینجا زندگی میکنی، شتاب نکنید. شاید که این وعده هایش همش دروغ است. شاید که بجز شما 10 نفر دیگر را فریب کرده است. شاید که از زنی یکمش اینقدر میترسد که اگر سایه او را بیند شما را 100 طلاق میکند. در اینجا نباید شتاب کرد. پور هستن، یعنی اینقدر زیاد هستن خواهرکانی که می نویسن که من در شکم کودک دارم و الان به نزدم نمی آید، که من صاحب 3 فرزند هستم، مدتی 10 سال است ما ازدواج کردیم اما هنوز هم پناهی به نزد من می آید و من او را فقط در ماه‌ها باره می بینم و همین گونه زندگی هم دوام می کند، برای اونکه یا از زن یکمش می ترسد یا اینکه نمی خواهد که مردم من زن او بودن را بداند. یعنی این گونه قصه ها زیاد است. مردی که در زن دوم جدی هست، او در حقیقت می خواهد عائله دوم بنا کند. در حقیقت اولا او باید در عائله یکمش موفق باشد. اگر موفق نباشد هم مردانه آشکارا باید زن دوم گیرد. خواستگاریش هم باید خواستگاری باشد که همه بدانند، یعنی خشف تبار زن هم بداند، خشف تبار مرد هم بداند و توی رو هم اعلان کند در همه جا که انا من زن دوم گرفته ایستادم. و این چونین نمی شود که او زن دوم گرفت بعد از این شما با معاش خود زندگی کنید، شما در خانه پدر زندگی کنید یا شما در خانه زندگی کنید که اجاره اون رو خودتون میدهید. یعنی این گونه خواهرها هستن، خواهری که میگن من خودم کار میکنم، خودم اجاره پولی میدهم، من زن دوم هستم، او بعضن به خانه خوراکواری می آورد، همین دیگر هیچ چیز. یعنی چگونه تو زنی کی هستی؟ بالای مرد فرض است سکونت، یعنی جای زیست، خوراکواری، مادیات، شرایط رو کاملا مهیا کردن بالای یک مردی که زن دوم میگیرد فرض است. اگر این کارو نکرد پس او چگونه شوهر است؟ شوهری است برای یک چند ساعت، ببخشید شوهر کرده که در یک هفته ماه یک چند ساعت بیاید برود، که این بجز معشوقه بازی و بزینا مانندی دارد و به نکاح هیچ مانندی ندارد. و اینجا مردهای هم هستند که اینقدر در وقت زن دوم گرفتن خود را مظلوم و بیچاره نشان میدهند که خواهرک‌ها زود باور میکنند گویا که یک زن جادوگر دارند، گویا که یک زن از حد بیمار دارند، گویا یک زن دارند که با او علاج زندگی کردن نیست. پس از مدت عیناً زن دوم رو میگن تو جادوگر هستی، تو مرا جادو کردی و من از وای زنم نزدیک بود جدا شوم و تمام تهمت هایی که به زن یکم کرده بودن به زن دوم میکنند. برای همین باید پیش از اینکه راضی شوید حتما بدانید که چرا این زن میگرفته است. آیا در حقیقت میخواهد عائله دوم بنا کند؟ اگر او جدی هست او خواستگاری رو به شما پنهانی به نزد پدرتان میرود، به نزد برادرتان میرود، مادرش رو به شما شناس میکند، عائله‌اش رو شناس میکند، خودش رو شخصا به تمام عائله شما شناس میکند. آره میشود که زن یکمش بخبر باشد، برای اونکه شاید وجود نداشته باشن زنهایی که بگن آره من راضی هستم. این گونه زنها خیلی کم هستن، اما عائله آن مرد حداقل خودش را به شما شناس کند و کاملا آن مرد را عائله شما شناسد. بعد از این ببینید که تو چه اندازه با زن یکمش موفق بود، با فرزندانش چگونه بود. برای اون که اینجا فقط یک زن نه، کودک‌ها هم دارن بدبخت میشوند. چقدر کودک‌هایی هستند به خاطر اینکه مادرشون زن دوم شد الان نمیتوانند پدر رو ببینن، الان نمیتوانند از کمک پدر بهره مند باشند. این گونه کودک ها خیلی زیاد هست. یعنی جواب این کودک ها رو کی میدهد؟ مسئولیت این کودک ها بالای کی هست؟ بعدا میگوید نه ملاها زن دوم رو حلال کرده است، انا بینید جامعه به چه حالت آمد. ملاها این چیز رو نکرد، این رو دوست مرد نامرد و این چنین دوست زن هایی که خیلی ساده هستند و خیلی زود باور میکنن این گونه نکاح رو پیدا کردن. نکاح های پنهانی 1 ساعت 2 ساعت، در ماه 1 بار، در هفته 1 بار با هم واخوردن، دیگر هیچی وجود ندارد. اما شریعت این گونه نه، پیامبر این گونه نبودن، صحابه ها این گونه نبودن. مرد باید مردانه زن گیرد و زن هم قدر خودش رو باید بداند. اینجا یک چند خواهر از خواهر بدونی در تمام رساله‌اش در تلفن من هست، خواهر بدون اجازه پدر و برادر، بدون اجازه کسی آمد زن دوم شد، در روسیه هست، الان حامله هم هست.
میگوید من کودک 6 ماهه رو چیکار کنم؟ بعد از اینکه کودک من 6 ماهه شد، شوهری من که زن دومش هستم دیگر نزد من نمی آید. من به خانه اگر برگردم پدرم بیخبر است که من ازدواج کردم، با این شکم مرا چی میگوید؟ اگر اینجا بمانم، من پیش از ازدواج کار میکردم، حاضر با این حالت کار کرده نمیتوانم. شوهرم باشه به تلفنم جواب نمیداد، من چی کار کنم؟ در اینجا میگوید هر چی که لایق است اون رو میبینی. کی به تو اجازه داد؟ کی به تو اجازه داد که تو پنهانی از همه زن دوم شوی؟ کی به تو اجازه داد که پنهانی از همه تو برای مادر شدن تیار شوی، در حالی که این خواهر در کوارتر خودش یا خانه خودش شوهرش رو آوردگی هست؟ یعنی شوهر برای این حتی خانه مهیا کردگی نیست، پول خانهش رو حتی نمیدهد. این گونه قصه ها زیاد است. بهتر نیست از این که زن دوم و سوم شوید به یک مرد که او از عهده گفته ایستادم خودش حتی نمیبراید، کجا رسد از عهده زن دوم؟ بهتر نیست تنها با عزت و شرف خود زندگی کنید؟ انتظار باشید شاید یک مرد در حقیقت مردی که از الله میترسد، نه به خود ظلم میکند، نه به شما، نه به زن یکمش آشکار و خواستگاری کند، یا اینکه شاید فقط یک انسانی که در حقیقت میتواند لایق شوهری باشد به شما شوهر شود، از اینکه پنهانی زن دوم شوید، یا به یک نفر زن دوم شوید که اون نفر دیگر حیات شما رو سیاه میکند. و بعد از اینکه پیشتر تنها بوده چیزی دیگر، اما تنهایی که یک انسان شوهرت هست و به نزدت نمی آید، از این هم تنهایی بدتر نیست. یعنی درد این، علم این زیادتر است. برای همین خواهران عزیز در این مسئله خیلی و خیلی باید جدی بود. شتاب نکرده، پیگیری کرده، گشته و برگشته پرسته. بگذار 1 سال گذرد، بگذار 2 سال گذرد. بعضی عملهایی هست که ما شتاب میکنیم اما درد غمی او رو سالها تا آخری عمر باید بچشیم. در این مسئله نباید شتاب کرد. و این چونین هر مردی که در این مسئله با احساسات زن بازی میکند، یک زن رو زن دوم من میشوی، سوم من میشوی، میگه تو پس از مدت میپرتاید. در ما قصاص است. من عمل سیئتا یجزا به فی الدنیا، حدیث پیامبر است در مسند امام احمد. کسی با دختری تو همین کار رو میکند، کسی با دختری تو همین کار رو میکند، با خواهری تو همین کار رو میکند، شاید بر وقتر از دنیا رفتی، عجلت آمد، با زنی تو همین کار رو میکند. نباید با احساسات زنها، با تقدیر زنها، با زندگی زنها بازی کرد، وگرنه الله قهار و جبار بالای سر شما هم هست که او هم شما رو به این کرده هایتان جزا میدهد. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.